در موج برنامه اطلاعاتی خبر. نرخ پتنت در مسکو 6000 می شود. رستمی موملی با سفری بریتانیا و تحکیم سرحد با افغانستان را بررسی کرد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان چی گذشت؟ مقامات از زخمی میگویند و ساکنان تابوت آوردند. مبارزه قطر و امارات متحده عرب برای اداره کردن فرودگاه کابل. جو بایدن گرفتاری سرطان است و جراحی شد. با شرح بیشتر این خبر و رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. در مسکو پتنت برای مهاجران کوری از سال آینده قیمت می شود. خبر می دهد دفتر مطبوعاتی شهرداری مسکو. همین طریق در سال 2022 در مسکو شاخص انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت افزایش خواهد یافت. در نوبت خود این باعث افزایش پول هر ماهی پتنت می گردد. نرخ قبلی در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت این جانب تغییر نیافته است. همین طریق در نیم سال اولی سال جاری معاش رسمی مهاجران کوری در ساحه‌های عنعنوی صنعت، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نسبت به سال 2020 9.5% افزود. از این روی تصمیم گرفته شد که ارزش پتنت را تغییر دهند. قابل ذکر است که پتنت برای شهروندان آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و مولداوا که به روسیه بدون روابط وارد میشوند راه اندازی شده است. تنها در 10 ماه سال 2021 در مسکو 528,000 پتنت صادر و از این حساب به بودجه دولت 16.2 میلیارد روبل وارد شده است. منبع می‌افزاید از سال 2015 به این سو جمعاً 3 میلیون پتنت به مهاجران داده شده. از این حساب روسیه 107 میلیارد روبل فایده به دست آورده است. رئیس مجلس ملی مجلس عالی رئیس شهری دوشنبه رستمی موملی با سفیر بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در تاجیکستان تیموتی ایدن مارشال جونز با خواهش او دیدار و ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می شود که سیاستمدار تاجیک نخست سفیر را به مناسبت به این وظیفه تعیین گردیدن تبریک گفته در این جهت به او کامیابی‌ها آرزو کرده است. رستمی موملی همکاری بین پارلمانی را از عامل‌های مؤثر توسعه مناسبت‌های بین دو دولت ارزیابی نموده است. همچنین ضمن ملاقات جانب‌ها وضع همکاری بین دولتی را در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و علم و معارف بررسی کردند. منبع افزود در این ملاقات گفته شده است که روابط منتظم سیاسی سطح عالی و بلند به گسترش مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه بین دو دولت زمینه مساعد فراهم آوردند. یادآور می‌شویم که مناسبت‌های دیپلماتی بین تاجیکستان و بریتانیا 30 سال قبل برقرار شده بود. 25 نوامبر سال 2021 ساعت 11:03 ساکن 29 ساله دهه تودمی ناحیه رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان گزیوبکوف در زمین یک برخورد مسلحانه با کارمندان مقامات زخمی شد. خبر می‌دهد دادستانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان. به اطلاع منبع زیوبکوف برای صادر کردن جنایت از روی ماده‌های 181 قسم 3 غصب گروگان از جانب گروه متشکل و 189 قسم 3 برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پیگرد قانونی قرار داشته است. این نهاد گفته است که هنگام از نظر گذرانی جای حادثه سلاح جنایتکار تپانچه تمغه PM با 1 تیردان و 5 عدد تیر دریافت کرده است. گفته می شود زیوبکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایی 1 فوریه سال 2020 یاردمچی دادستانی ناحیه رشدقلعه ابیرزاده را گروگان گرفته در دهه‌های انچین و برجنگلی همین ناحیه مدتی 8 ساعت موردی لطوکوب و شکنجه قرار داده بودند. وابسته به حالت مذکور نسبت به زیوبکوف و هم‌مسلکانش از طرف دادستان ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرونده جنایی باز شده است. مقامات میگویند او و شریکان جنایت پیش از دعوت‌های چندین باره مقاماتی تفتیشاتی را نادیده گرفته برای دادن نشانداد حاضر نشدند. از این رو در گفتگوی رسمی قرار گرفتند. مقامات از زخمی شدن یک نفر در حالی میگویند که رسانه‌های اجتماعی از به میدان مرکزی خروج برآمدن جوانان همراه با جسد زیوبکوف خبر میدهند. مقامات امارات متحده عربی تلاش دارند که با تاثیر نظررسی قطر در دایره‌های حاکم طالبان مقابلت کنند. خبر می‌دهد ریترز با استناد به منابع خود.
صرف نظر از تصمیم‌های آخری طالب درباره انتقاد نظارت فرودگاه کابل به اختیار متخصصان قطری هنوز قرار نهایی در این خصوص قبول نشده است. در این راستا مذاکرات با طالبان از ابوظبی جریان دارد. تشبس‌های ترکیه در این سمت علاقه رد کرده شدند، گرچند انقره تا حال از بازی بیرون نشده است. قبلا اردوغان ضمن یک صحبت تلویزیونی اظهار داشت که وقتی طالبان نظارت کشور را به دست گرفتند تصویر واقعیت ها دیگر شد. با اطلاع سامانه طلوع اردوغان تاکید نموده است که نقشه های خود را موافق به واقعیت های جدید بازنگری میکنند و مذاکرات را با در نظر داشته وضع فعلی ادامه خواهند داد. ترکیه با تمام جانبها در افغانستان تماس را دوام میدهد، تاکید نموده بود اردوغان. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن که گرفتاری سرطان بوده است الکی جراحی شده است. خبر میدهد ریا نوости. پزشکان میگویند سرطانی او هرچند خطرزا بود ولی با دلیل ورم اون را جراحی نموده گرفتند. با گفته طبیب کاخ سفید اوکانور، سرطانی جو بایدن ادینومه 3 میلیمتری بوده، حالا دخالت‌های منبع را طلب نمی‌کند. جو بایدن که 79 سال دارد هفته گذشته از معاینه طبی گذشته است. طبیبان به خلاصه آمدند که وضع سلامتیش به امکان می‌دهد که وظیفه‌های رهبری دولت و سرفرمانده عالی نیروهای نظامی را اجرا کند. حالا با بایدن نظارت مقرری توصیه دادند و پس از 17 سال باید دوباره از کولونوسکوپیا گذرد. ذکر گردید که در زمان جراحی شدن او تمامی مسئولیت خود را به دوش نایب پرزیدنت کامالا هریس واگذار نموده بود. طبق قانون آمریکا نایب پرزیدنت حق دارد در صورت از عهده اجرای وظیفه‌هایش نبرآمدن رئیس جمهور به جای او حکومت کند. بایدن 3 نوامبر سال 2020 در انتخابات پرزیدنتی پیروز شد. رهبری کنونی آمریکا نامزد از حزب دموکراتی ایالات متحده آمریکا بود. رقیب اصلی او جمهوری خواه و رئیس جمهور دونالد ترامپ بود. بایدن بیش از 81 میلیون آواز گرفت. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.